Ulu Tanrı'nın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 61 مهندسی جهل کارمون رو ادامه میدیم. فعالیت ما در اینجا این هستش که دوستان و من بدونیم و بدونم که ترک ها دارای یک تمدن غنی مکتوب هستند که متاسفانه در دنیا و به خصوص در ایران در اثر اون مهندسی جهلی که سیستم های ضد ترک انجام دادند اینها رو از ما پنهان کردن و مخفی کردن، بخشی از آثار رو از بین بردند. متاسفانه حتی در ترکیه و بعد از آتاتورک بسیاری از آثار تمدنی مکتوب ترک ها رو به عنوان کاغذ پاره و برای خمیر کردن به خارجی ها فروختن و این تمدن مکتوب رو متاسفانه نابود کردن. این حادثه در ایران هم بارها اتفاق افتاده. بعد از انقلاب حداقل 2 تا 3 بار رخ داده. در کتابخانه ها کتاب‌ها رو تصفیه و تصویه کردند، یعنی پاکسازی کردند. و علاوه بر این که میدونیم تو مجلس شورای اسلامی کسانی که مسئولان ارشد کتابخانه مجلس شورای اسلامی بودند و همچنین در کتابخانه های دیگر در شهرها و استانهای مختلف این کتاب‌ها رو از بین بردن. میدونیم که در زمان فتحعلی شاه که جنگ بین روسیه و ممالک محروسه قاجار دوام داشت، بعد از اینکه اردبیل به اشغال روس‌ها در اومد، کتابخانه شیخ صفی در اونجا به عنوان غنیمت جنگی به 2 بخش تقسیم شد. بخشش رو فهرست گذاری کردن، فرستادن به روسیه و بخشش رو به تهران تحویل دادن. و ما نه میدونیم که اون کتابی که به روسیه تحویل داده شد چی هست و نه میدونیم اون کتابی که به تهران داده شد چه برای سر این 2 بخش از کتاب‌های ترکی اومده. منبع بسیار غنی از اینجور آثار رو متاسفانه در جنگ‌ها یا از دست دادیم یا بعد از دوره رضا شاه تا امروز، هم به طور سیستماتیک و با امر دولت و هم به طور غیر سیستماتیک و توسط نابودگران تمدن مکتوب ترک از بین رفتن. همونطور که عرض کردم در ترکیه بعد از اینکه عثمانی رو از بین بردن توسط کتوتگران داخلی، خائن‌های داخلی، آثار مکتوب اون رو هم تقریبا از بین بردن. یعنی اگر مثلا فرض بکنیم که 100,000 تا اثر بود، الان ممکنه که مثلا بین 10,000 تا حتی کمتر مونده باشه، خیلی بیشتر. یعنی ما عکس ها و فیلم هایی که از اونها میبینیم، از کتاب ها و آرشیف هایی که به خیابون ها و کوچه ها ریختن به عنوان آشغال برای مثلا نمیدونم قدیما به جای پاکت در بقالی ها از کتاب ها کاغذ استفاده میکردن به این سطح، یا خمیر بکنن اینها رو. ما انبوهی اینها رو فیلم هستش که میبینیم ریختن تو خیابون. شاید میلیون ها کتاب، میلیون ها، میلیاردها اثر آرشیوی رو ریختن خیابون ها و اینها رو از بین بردن. در ترکیه که تنها میراثدار جهان ترک به عنوان یک کشور تقریبا مستقل میتونیم بگیم، دولت ترک داشته، حداقل میدونیم که مستقل نبوده ولی تقریبا بوده. متاسفانه این قضیه ادامه داره. هنوز هم در بسیاری از کشورها یه حرکت ضد ترک وجود داره و به خصوص در ایران این آثار رو از بین میبرن. من فکر میکنم در جمهوری آذربایجان و دیگر جمهوری هایی که تحت اشغال روسیه و چین بود، اونجا هم همین آثار به همین سرنوشت مبتلا شدن. امیدواریم که بعضی از عقلای ما تونسته باشن این کتاب ها رو مخفی کرده باشن و حداقل از هر کتابی یه نسخه بتونیم در آینده از پشت دیوارهای مخفی، از کوه‌ها، از زیرزمین‌های بسیار مستحکم اینها رو بیرون بکشیم. امیدوارم که یه چنین عقلی رو داشته باشیم. اخیراً 2-3 سال پیش بود که در تبت در یک کوهی یک معبدی بود. انتهای این معبد کوه بود، به کوه میرسید
و در اثر یه حالا مسئله این دیواری که به کوه چسبیده بود ریخت و متوجه شدم پشت اون 10,000 کتاب تاریخی وجود داره. امیدواریم که و در دوره کمونیست‌ها که این کتاب‌ها رو از بین می‌بردن، یه اوغلای این قوم اومدن و در داخل پشت این معبد که به کوه چسبیده بود، این دل کوه رو کنده بودن و به خونه ازش ساخته بودن خیلی امن و این کتاب ها رو 10,000 جلد کتاب رو اونجا جا داده بودن که الان ما اینها رو بشریت کشف کرده و دارن جمع آوری میکنن و بتونن ازش استفاده. امیدوارم که اوغلای قوم ترک هم در دوره عثمانی و در قاجاریه، در آذربایجان، در ترکمنستان، در قرقیزستان، در تاتارستان و در جاهای دیگر اویغورستان اینها این کار رو کرده باشن. به هر حال ما در اینجا تلاش میکنیم که این بخش از تمدن ترک ها رو که مونده و ما دسترسی بهش داریم رو اینجا نشون بدیم. یکی از دوستان ما این کتاب ها رو از کتابخانه های مختلف جمع آوری کرده و در آذربایجان کتابخانه اینها رو جمع آوری کرده. من از اونها میرم و از اونها دانلود میکنم. حالا در روزهای گذشته یه تعداد از این کتاب ها رو، بیش از 80 جلد از این کتاب ها رو دانلود کردیم و تلاش کردم که اونها رو بخونم. من باز هم اعتراف میکنم که متاسفانه سلام علیکم سلام، اعتراف میکنم که من در زبان ترکی بسیار بسیار عاجز، بسیار بسیار بی‌سواد هستم. با زبان استاندارد، با زبان علمی، با زبان ادبی، با زبان تخصصی در زمینه‌های مختلف تخصصی، با زبان ترکی هیچ آشنایی ندارم. تلاش میکنم که این کتاب‌های تاریخی دستنویس رو که از طرف دیگه در دستنوشته ها هم برای من خوندنش خیلی سخته، ولی تلاش میکنم. ببینید دارم تلاش میکنم که یاد بگیرم. روزانه 2 ساعت حدوداً وقت میذارم. الان مثلا از یه کاری اومدم میخوام 2 ساعت بخونم، بعد دوباره برمیگردم، 1-2 ساعت وقت میذارم تا خودم رو در زبان ترکی، ادبیات ترکی، ترکی استاندارد، ترکی ادبی و ترکی تخصصی و علمی آموزش بدم. زمان خواهد بود، قاعدتاً زمان خواهد بود. برای هر تخصصی که شما بخواید در دنیا به دست بیارید، باهاش یا زندگی بکنید یا بخواید باهاش ازش لذت ببرید، باید وقت و زمان بذارید، پول صرف بکنید. خب من هم همین کار رو دارم میکنم. الان این 61مین برنامه است. یعنی اگر هر کدوم رو حدوداً 2 ساعت فرض بکنیم، 120 ساعت من در این 2 ماه، حدوداً بیش از 2 ماه صرف این قضیه کردم که یاد بگیرم. تنها راه ما بازگشت به تمدن خودمان هستش تا بتونیم از چیز آزاد بشیم. حالا دوستان، اینجا کتاب‌هایی هستش، لیست کتاب‌هایی که من تا الان تلاش کردم به شما معرفی بکنم رو می‌بینید. این PDF هایی که قرمز هستش، اینها همون کتاب هاییه که من دانلود کردم و در اینجا هم معرفی کردم و همین که تلاش کردم بخونم. حالا دوباره میریم همون کتابخانه آذربایجان و یک کتاب های دیگری رو دانلود میکنیم. بذارید ببینیم، این نیستش، تلگرام. اوکی، میریم تلگرام و کتابخانه آذربایجان. این هم کتابخانه آذربایجان و از اینجا محاکمة اللغتین حضرت امیرعلی شیرنوایی رو دانلود بکنیم. به نظرم این جزو کتاب‌هاییه که باید دانلود کرد. ببخشید، این اتفاق دیگری افتاد. اینجا دانلود کردیم اینا احتمالاً. بله، این رو دانلود کردیم. اوکی، این آخرین کتابیه که این دوستمون در این قسمت گذاشته. من حالا یه کاری که میخوام بکنم،
این هستش که بنگ باده مولانا فضولی، حضرت مولانا فضولی منظوم هستش. این احتمال میدم فارسی باشه، من نمیخوام فارسی ها رو معرفی بکنم. اینجا نوشته که تعداد از تالیفات دانشمندان، سیاستمداران برجسته و شاعران معاصر حضرت سلیمان حسین بایگرا، حضرت سلطان حسین بایگرا، حضرت امیرعلی شیرنوایی به نظم و نثر درج در صفحه. این یک کتابیه که بذارید اینو هم دانلود بکنیم اگر بشه. این نه در اون زمان این کتاب‌ها لیست کتاب‌هاییه که در اون زمان نوشته شده. اسامی تعریفات حضرت امیر نظام الدین علی شیر الملقب به نوایی که نظم و نثر می باشد. اینها لیست اون کتاب‌هاییه که دیوان الخریب الصغر در سن 25، نوادر الباب در سن 30 و 35 سالگی، دیوان بدایع. حالا این کتاب هایی که در اون مقطع نوشته شده نگاه کنید، این از اونها. حالا بریم ببینیم. من یه کاری که گفتم قبلا میخوام انجام بدم اینه که بریم اینجا در مورد سیاست چیزی پیدا نکردیم، برای اینکه من در مورد زبان ترکی 40 واژه هایی برای سیاست استفاده میشه رو، یا فعالیت های سیاسی استفاده میشه رو متاسفانه نمیدونم. در نتیجه نمیتونم چجوری حالا بریم بگیم حکمت بنویسیم، ببینیم در مورد حکمت، فلسفه و حکمت چه چیزی رو. حکمت ببینیم چه چیزهایی رو میاره. حکمت یک کتاب، حالا این رو بذاریم دانلود بشه. حکمت دوباره ببینیم این چی هست. حکمت این چه بود؟ این 160 صفحه حکمت. این جالب هست، اینم بذاریم دانلود بشه. حکمت اینجا چیزی نیست تا اونجایی که میدونم، این هم چیزی نیست. حکمت منظوم، دوباره اینو میذاریم چیز بشه. اینم حکمت منظوم که همون هست. علم حکمت 106 صفحه، اینم یک کتاب دیگه. و این آخری ببینیم چی هست. علم حکمت همین رو آورده. بذارید ببینیم حالا فلسفه رو ببینیم تو فلسفه چه چیزایی هست. کتاب هایی رو اگر باشه دانلود بکنیم. حساب فلسفسی، اینو قبلا فکر کنم دانلود کردیم، چون که اینجا علامت دانلود رو دارم میبینم، ولی اینو من ندیدم. حالا بذارید دوباره بزنیم اگر بود که دوباره. علم ریاضی، فلسفه حساب، این رو یک کتاب جدیدی احتمالاً باشه، بذاریم دانلود بشه. کتاب مظهر ترکی رو در جمهوری آذربایجان منتشر شد، اینو قبلا کار کردیم. فلسفه علم حساب و ریاضیات فکر نه، اینو دانلود نکردیم. این فلسفهشه، حالا ببینیم که چه خواهد بود. دوباره همون کتاب رو داریم میبینیم. فلسفه حساب دوباره در 208 صفحه. فلسفه اسیرالدین عربی ابهری عربی ترکی. حالا یک فلسفه از اینجا، یک کتاب فلسفی دقیق به دست آوردیم که موضوعش فلسفه است. اینجا هم فلسفه اخلاق و سلوک، ببینیم که اون چی هستش. دانلود داریم میکنیم. دوباره همون فلسفه حساب، اینم یک کتاب دیگریه، حالا میذاریم تخصصی تر هستش.
اینم دوباره فلسفه حساب هستش که نمیدونم دانلود بکنیم یا نه دانلود بکنیم. به هر حال یک کتاب ضرر نخواهد داشتش که دانلود بکنیم. اینم فلسفه. حالا بریم به جای فلسفه منطق رو بزنیم ببینیم منطق چی هست. منطق طیر علی شیرنوایی رو دانلود بکنیم. این یه داستان احتمالاً، ولی ببینیم عوامل و مفاتیح اللغه منطق. حالا اینو بازم اینو دانلود بکنیم ببینیم چی میشه. منطق الغیب اینم دانلود بکنیم. اینم فکر نکنم که اینم منطق الغیب شمسیه فی علم تجوید فکر اکبر. این فکر اکبر میگه همون، فکر کنم همینه، این همون کتاب باید باشه. منطق طیر نوایی الیازما اینم دانلود بکنیم. منطق طیر علی شیرنوایی، دوباره منطق طیر شیرنوایی و این منطق طیر نوایی. اوکی. حکمت و فلسفه و منطق و کلام. ببینیم تو کلام چی هست. علم کلام، تمهید علم کلام، فکر اینو دانلود کردیم قبلا معرفی شد. این کلام حضرت یونس امره اشعار هستش. اوکی، اینم دانلود بکنیم. کلام حضرت یونس امره با این چه فرقی داره؟ این 422 صفحه است، این 211 صفحه. اینم دانلود بکنیم ببینیم چه فرقهایی دارن با هم. منظومه سر کلام قدیم، بذارید ببینیم این چی هست. زبان ترکی رو، به هر حال اینا بخشی از تخصصهایی هستن که کلام یونس، نظم خواص اسماء الحسنا نصر. اوکی، این رو هم دانلود بکنیم. این نصر علم کلام، این هم کتاب تخصصی دست نوشته هستش. اینجا میبینیم خیلی هم این رو برای اینکه نگاه کنید خیلی چیز کرده، نویسنده تلاش کرده. این هم که دیوان حضرت یونس امره هستش، کلام یونس. اینو قبلا دانلود کردیم یه جای دیگه. این هم دیوان یونس امره کلام، همون کلام حضرت یونس امره. فکر کنم اینم دانلود کردیم. تکرار این یک کتاب دیگه ممکنه باشه، این رو دانلود بکنیم. علم بزنیم ببینیم علم وقتی میزنیم چه چیزهایی رو میاره برای ما. علم اعتقاد، خب اینم کتاب ترکی هستش. تمهید علم کلام قبلا اینو دیدیم. علم حساب اینم دانلود کردیم. بله اینو قبلا دانلود کردیم. علم علیم اینم دانلود کردیم به نظر میاد. علم نجوم مدخل کوشیار، بذارید ببینیم این چی هست، این دانلود بکنیم. علم اخلاق جزء ثامن هستش، حالا این بخش 8م. علم اخلاق جزء 7م. علم اخلاق جزء 6م. علم اخلاق جزء 5م. علم اخلاق جزء 22 یا نه 24م، صفحه 22 صفحه. علم اخلاق جزء 2، 3 چی شد؟ وسط 3 رو از دست دادیم. اینم 3. علم اخلاق جزء اول، اینم مدخل علم حقوق
جز 8 گانه هست. این هم 8 گانه، حداقل 8 گانه هستش. این هفتمیش، این پنجم، ششم وسط چی شد؟ این چهارم، این سوم. موسیقی اینو قبلا چیز کردیم، دانلود کردیم. علی همای خلیل، علی همای خلیل حاج اغلی، اینها رو دانلود کردیم ولی نمیدونم چرا ندیدم اینو. احتمالاً علم همای، دیدیم اینو قبلا، اینو دانلود. علم طب اینو دانلود بکنیم. علم معانی قبلا اینو دربارش صحبت کردیم به نظرم میاد. علم بدی اینو دانلود بکنیم. علم انشا، حالا این انشا برای ماها که زبان ترکی بلد نیستیم بسیار جالب خواهد. علم حقایق، این حقایق چی هست ببینیم از نظر این دوستمون، این انسان شریفی که خدا رحمتش بکنه. علم صرف ترکی، ببینیم این رو چه کسی نوشته. قبلا ما یک کتاب در این باره از یه فرانسوی دیدیم که نوشته بود، جالب بود. حالا یکی از اینها شرح بر کوی، بذارید اینم ببینیم اون چی هست. علم صرف ترکی رو یکی دیگه اینجا هست، این متفاوته، اینم بذاریم اونجا چیز بشه، دانلود بشه. اینجا علم اخلاق و موعظه، حالا اینم جالب هست که ببینیم این موعظه رو. البته موعظه دوستان از دوره خیلی قدیم وجود داشته، برای سیاستمداران به خصوص از این علم استفاده میکنن، دینداران از این علم استفاده میکنن. فرض عین علم oğlan و qızlar، بذار ببینیم چیه. این جالب هست. علم الحال 114 فرض، 114 فرض، بذار ببینیم این چی هست. رساله علم الحال 20 صفحه هستش، ببینیم این چی میشه. اینها رو حالا دانلود میکنیم به تدریج. امیدوارم که بتونیم. علم فرائض، ریاضیات، علم اخلاق محمد البرکوی، برکوی شایدم، نمیدونم. علم اخلاق، علم انشا، اینم یک کتاب جدید دیگری در مورد انشا نویسی. علم طب، امراض و علاج، این رو هم بذاریم اینجا دانلود بشه. علم انشا، اینم یک کتاب دیگری هستش که بیش از 500 سال قبل نوشته شده. علم توحید و عقاید، اینم بذاریم دانلود بشه. فضائل علم و علما، این پایین چی هست؟ وصایای انبیا و نصایح علما. حالا اینم که جزو کتابای جالبی هستش که من بزنم دانلود بشه. حالا که به تورمون خورد، شانسمون یاور شد. این چقدر زیبا چیز شده، اینو باید حتما از نظر هنری هم بهش نگاهی بکنیم. علم عقاید، دil bilgisi، این دیل بیلگیسی رو باید، حالا اینو که دیدم من بنویسیم دیل و زبان، این رو هم ببینیم چه چیزایی داره برای ما. انشاء مرغوب، اینها دیگه کتاب. این کروغلو رو دستنویس هستش. چرا اینو نمیتونیم اشعار اوکی همینه، این دانلود بشه. این جالبه، دستنویس هم هست. انشاء مرغوب، این چی هست؟ علم عقاید برکوی، اینو که یه جای دیگه دیدیم دانلود داشتیم میکردیم. علم عقاید محمد برکوی که اینم میگم قبلا دانلود کردیم. حالا بذارید ببینیم این همونه.
492 صفحه. این 200 نه متفاوت هستش. بذارید ببینیم این چی هست. گوتا دوغوبلیک این کتاب، بذار ببینیم اینجا هست، اینو دانلود بکنیم. احتمالاً این جلد دومش هستش. جالبه این جدیداً چاپ شده. باغبان کریمی، دکتر محمدرضا باغبان کریمی زحمتش رو کشیده. ظاهراً انسان‌های بسیار چیزی داریم، زحمت کشی داریم که کار کردن، زحمت کشیدن و بخشی از این کتاب‌ها رو خریدن و نگه داشتن. علم حساب و ریاضیات، این کتاب رو الان دانلود کردیم، فکر کنم که بله دانلود کردیم، حاضر هست. علم طب حاج پاشا منتخب شفا، قبلا یه چنین کتاب شبیه این رو دانلود کرده بودیم. علم طب شفا منتخب، بذاریم حالا اگر تکرار بود که حذفش میکنیم بعدن. فعلا من همین کار رو که الان اینجا دارم میکنم، تو کالج که درس میخوندم اونجا همین کار رو میکردم. من وقتی شروع کردم بر جوناس تیوی کار بکنم، برای اینکه کارهایی که انجام میدم علمی تر باشه، رفتم اینجا $18,000 دادم برای کالج، آنالیز تحقیقات خوندم. اونجا هم کتابخونه این امکان رو میداد که ما کتاب‌ها رو که خیلی گران هستن مفتی دانلود بکنیم. من روزانه بیش از 100 کتاب دانلود میکردم. متاسفانه فکر میکردم اینا رو بعدا میتونم چیز بکنم، ولی بعدن که اومدم از ایمیلم اینها رو در بیارم، به ایمیلم میفرستادم، اینها رو دانلود میکردم میفرستادم بعد دیدم اینا باز نمیشن. امیدوارم که این اینجوری دیگه نباشه. این هم علم طب هست با شعر. منظومه علم و جهل، این خیلی جالب خواهد بود که علم و جهل رو ببینیم که چجوری. ببینید درد اون زمان انسان ترک و انسان مسلمان این بود که جهل چیه، علم چیه. ما خیلی اینو دیدیم. این کتابای جدید در مورد انشا هست دیگه، اینا بیشتر به انشا میرن. حالا انشا رو چند تا رو دانلود کردیم، بذارید دانلود بکنیم دیگه، حالا ضرر که نمی کنیم. احکام و علم سلطان جهان، خب اینم جالبه. احکام و علم، احتمالاً سلطان جهان یه چیز هست. علم حال، این چه نوع علمی هستش؟ این رو هم بعداً کتابش جالبه. یعنی علم کلام رو دانلود کردیم، این هم که دانلود شده. این منطق الغیب شمسیه فی تجوید، این تجوید احتمالا بذارید ببینیم تجوید چی هست. این البته دانلود شده. علم عقاید اصول دین، بذارید حالا گرچه انسان ها از اصول دین و اینا بیزار هستن میدونم. علم حقایق اینم بذاریم. خیلی جالبه. آدم وقتی به اسامی کتاب ها نگاه میکنه متوجه میشه که درد اون انسان های اون تاریخ چی بوده. علم حقایق، جهل و علم حکمت. ببینید انسان ها یک دردی داشتن. علم جبر، این جبر و هندسه باید باشه، حالا ببینیم شاید به خود جبر ربط داشته باشه، ولی اینو بعداً میتونیم تشخیص بدیم که کدوم هستش. علم الحال منظوم، علم عروض و قافیه فارس و توتزه، این جالب هست برای ما که ببینیم چی هست. من تا اونجایی که خودم میدونم جالب هست. این کتاب هم در مورد استرلاب و صور افلاک هستش، جالب هست. دیوان اللغات کاشغری، الان اینو دانلود کردیم فکر کنم. برهان العارفیه سلیم دیوانه، رساله در علم تصوف، جالب هست.
فلسفه حساب هست. خب این چی هست؟ دیوان لطفی، دیوان گدا. خب لغت شاهدی، این چی هست؟ علم فرائض میت چی هست اینه؟ مجموعه ترکی، اینم که ببینیم چی هست. خسرو و شیرین، نمیدونم این قواعد زبان ترکی رو، این چی میتونه باشه؟ خسرو و شیرین احتمالاً فارسیه. صفات و صفات شیخ صفی اردبیلی. روحی بغدادی، دیوان قهرمان نامه، بذاری این جالبه. صائب ترکی فارسی، بذارید ببینیم این جالب خواهد. من اینو باید اگه امروز همین این رو تاریخچه مکه احتمالاً به ترکی باید باشه که به فارسی بود که نمیخونیم. این صائب ترکی فارسی رو من حتما امروز باید ببینم که چی هستش، که دوستان یه چیزایی میگن روزت شهدا. خب تمام، این دیگه این قسمتی که دانلود کردیم تمام شد و ما این کتاب های، بذار ببینیم این کتاب چی بود آخرش. گفتیم که صائب رو باز بکنیم، این رو ببینیم که چی هست. چی شد؟ چرا رفرش بکنه اینو؟ this file، این فایل رو نمیتونه باز بکنه. بذار ببینیم این چرا این فایل رو باز نمیتونه بکنه. حیف. این بستیم اونم صائب. بذار برگردیم همونجا بنویسیم صائب، چون میخوام در مورد صائب. تلگرام کجا رفت؟ صائب، بذار ببینیم چی داره. دیوان صائب شرحی، این مجموع اشعار صاحب تبریزی، فرد زاتوجه. حالا این یکی اون یکی کار نکرد، شاید این یکی کار بکنه. اینم که همونه. این چی هست؟ صائب، این دانلود شده ولی باز نمیشه. امیدوارم باز بشه. باز شد، هنوز کامل دانلود نشده بوده. پس اوکی، دانلود شد. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دوستان ممکنه که دوستانی بخوان این ویدیو رو از اینجا به بعدش رو قطع بکنن بذارن. خب همون جور که اول یه نگاه کوتاه و به کتاب، مشخصات کتاب بندازیم. این کتاب در 163 صفحه هست. ما همین الان این جلد کتاب رو دیدیم، بعد اومدیم اینجا. این کتاب در کتابخانه مجلس شورای اسلامی وجود داره. در سال 1381 بازدید شده، جان به در برده از قتل عام تمدن مکتوب ترک ها. 1258 هم که مجلس کتابخونهش تأسیس شده، اینجا اینو اومده و اینجا نوشته صائب. مجموعه هستش، گفته مجموعه. اینجا اشعارش رو میبینیم، مهر مسجد و مجلس، و اینجا اشعار رو میبینیم. ببینیم حالا اینا چی هستن. صفحات رو 1 2 3 گذاشتن، اینا جدیده. این که اینجوری 1 2 3 4 گذاشته، نگاه کنید دوستان، 1 2، این نشون میده که این کتاب حالا شاید بتونیم بگیم که با مهر زدن یا اینکه چاپ کردن. حالا اینو باید دید، ممکنه که جدید باشه، یعنی اومده باشن دست برده باشن توش و ازش یه نسخه جدیدی چاپ کرده باشن. دوستان که با جورج اورول و آثار اون آشنا هستن میدونن که این دیگه یکی از رنگای کتاب رو اینجا نمیدونم. اینجا مثلا این شعر کاملا از بین رفته، حیف. حتی به زبان فارسی هم باشه، حیف. چون که به هر حال این آدم از ماست، ترکه، تبریزی هست، صائب تبریزی، احتمالاً تبریزی باشه نمیدونم، ولی این از ماست.
به هر زبانی نوشته باشه ما خلق کردیم. این ماییم که در اون زبان خلق کردیم. فارسا خلق نکردن، ما خلق کردیم. در نتیجه به خاطر اینکه این آدم به زبان فارسی نوشته نمیتونیم این رو حذف بکنیم از تاریخ تمدن مکتوب ترک‌ها. ترک‌ها تنها به زبان فارسی که نوشتن، به زبان عربی هم نوشتن، به زبان اردو هم نوشتن، به زبان هندی هم نوشتن، به زبان لاتین هم نوشتن، به زبان‌های مختلف دنیا هم نوشتن، چون که یک حکومت بود. یک حکومت مثل امروزی نبود که مثلا بگه آقا همه باید زبان من باشن. نه، مثل فرانسه نبود، مثل آلمان نبود، مثل روس نبود، مثل انگلیس نبود، نه، مثل اینا نبود. حالا به هر حال این از خود ماست و این کتاب رو اگر به فارسی هم نوشته باشه از خود ماست و به این زبان نوشته. متاسفانه این رنگ قرمزی که میبینیم مشخص میشه که اینجا چیز هست، شعرها هست، ولی حالا بعداً تلاش میکنم وقت ببینیم بزرگ میشه آیا قابل دید هست. مثلا اینجا یه قسمتش قابل درک هست، یه قسمتش یه مقدار سخته ولی خب قابل چیز هست. اینجا قابل استفاده خیلی ممکنه کم باشه کتاب. نمیدونم چرا این رنگ ها قرمزه، احتمالاً کاغذ رنگش قرمز بوده. در گذشته این کارها رو میکردن. نگاه کنیم مثلا یکی زرد، سفید یه مقدار کدر و دوباره اینجا نارنجی و قرمز و سفید، از این حرفا. اینجا هم خط کشی کردن ولی ننوشتن، اینجا هم ننوشتن، دوباره از اینجا شروع میشه. اینجا نمیدونیم چی هست چی نیست، ولی اینجا مطلبی رو دیده میشه، اینجا مطلب هست. حالا شکل نوشتنش هم یه مقدار متفاوته. خطوط رو گاهی از اینجا از بالا به پایین نوشته شعر رو و گاهی از پایین به بالا نوشته. در یک صفحه دو نوع شعر رو صفحه بندی کرده. نگاه کنید در اینجا این شکلی هست. حالا بذارید ببینیم در اینجا هم همون شکله. حالا یکی دو جا دیدیم که از پایین به بالا بود. اینجا هم یه چیز دیگری هستش که حالا ببینیم اینا چی هستش. احتمالاً اینا رو بعضی جاها این فارسا میان برای اسم بزرگان، همین الان هم هستش، برای یه آدم مشهوری میان یه چیزایی رو دو سر هم میکنن تو کتابش میچپونن، میگن که اینو اون زمان گفته. مثلا احتمالاً اون چند تا کلمه‌ای که نگاه کنید اینجا خیلی دقیق خونده نمیشه، ولی خب به هر حال اون کلمه‌ای که ممکن در زبان گفتن آذری هستش و صائب به اون زبان شعر گفته، ممکنه همون چند کلمه رو خود اینها نوشته باشن و چپونده باشن به کتابش، بگن که آقا ما یه زبان رو کشف کردیم. که خب ما تا آخر کتاب رفتیم. اینجا 2970 شمسی میلادی، ما هنوز به این نرسیدیم. 2970 نرسیدیم. این چی هستش نمیدونم. من اینجا نگاه کنید، مثلا اینجا نوشته چی صائب. به نظر من اینا بعداً نوشته شده. حالا بریم اول کتاب برگردیم ببینیم چی هست. دلایل من اینه دیگه. من مثلا دلیلی که میارم اینه که آقا این عدد رو خود چیز نذاشته اینجا و اینجا هم همینطور. این تقریبا یک کار حروف چینی هستش. بذارید بزرگ بکنم که دوستانی که دارن از یوتیوب اینو رو میبینن به طور زنده و بعداً ممکنه در ویدیوها رو ببینن، شما میتونید اینجا ببینید که تقریبا به نظر میاد که این در کار به نظر من جدید هستش. این جدید هستش، یعنی هر چیزی که جدیداً به کتاب اضافه شده. ممکنه که اینها رو هم گفتم، ممکنه که بعضیاشو این کارو کرده باشن. صائب راست، یعنی صائب در بالای شعرش خودشو معرفی میکرد. معمولا شاعرها این کارو نمیکنن، ولی اینجا حالا صائب این سمیه هست. چی هستش اینجا؟ سمه هست. چی هستش؟ این بالای صفحات و پایین بعضی از صفحات داره میبینیم اینها رو. نگاه کنید اینا چی هستش نمیدونم، ولی صائب رو نوشتن. خود صائب نباید این رو بنویسه قاعدتاً، چون که شعرا معمولاً اینجوریه دیگه، در آخر شعرشون یا در یه جایی که براش مناسبه میان اون اسم خودشون رو معرفی میکنن.
حالا بذارید ببینیم این صاحب اینجا چی گفته. من یه کاری که اینجا شروع میکنم، این اگر فارسی باشه خیلی وقت روش نمیذارم، ولی هر چند صفحه به طور تصادف، مثلا سری قبل که یکی از این کار رو کردم، هر 10 صفحه یک شعر رو خوندم، اینجا هر 9 صفحه یک شعر رو میخونم. حالا صاحب: ای دفتری حسن تو را فهرست و خد و خالها، تفضیلها پنها شده در پرده اجمالها. حالا این شعر فارسیه، بذاریم 9 تای دیگه بریم ببینیم که چی هست. 4 6 8 9. حالا اینجا دوباره همین، ببینید این سمه هست، چی هست دوباره؟ به پلاس زر خورشید مبدل نکنم، سر و پایی که من از بی سر و پایی دارم. اینم دوباره از شعر فارسی هستش. بریم یه جای دیگه. این 3 و این 5 این 7 اینم 9. اینجا چون به کمر به کرشمه وا کنی آن چشم تیر خمار را، از مژه غزال چین سرمه خواب میبرد. دوباره بریم یه چند صفحه بعدی. خودش اینجا صفحه گذاشته، ما فقط میتونیم علاوه بکنیم بریم اونجا ببینیم که چی هستش. تصادفی ببینیم آیا همه شعرهاش فارسیه یا چی هستش. حالا این صفحه رو نگاه میکنم. تا به کی کرد خجالت زنده در خاکم کند، مشت رو. حالا چی دوباره بریم 29 اینجا، بریم 39. اینجا قرمز هست، خونده نمیشه، ولی تلاش بکنیم بزرگش بکنیم ببینیم قابل خواندن هست یا نه. احتمالا خود کتاب رو نزدیک بشه چیز کرد، شاید بشه خوند، ولی اینجا خبر خیری داری که کس میبخشد از یوسف. نمیدونم بخونم اینو. خب اینجا هم دوباره فارسی هستش دیگه. من نمیخوام فارسی رو بخونم، کتاب رو میبندم دیگه. به نظرم میاد که دل پیر ابله داری، دل پر ابله داری که ملک مژگان تاز، که این متاع تو باب چی فروشان است. چی فروشان است. همینجوری یه گذرای چشمی بهش میندازم. اگر ترکی بود اون رو میخونم، نبود که چون به اندازه کافی در مورد این آدم و شعرش فارسا دارن جولان میدن که. و جالب اینه دوستان، مثلا کل ترک هایی که به فارسی کتاب نوشتن رو جمع بکنی شاید 100 نفر نباشه. خب شعر گفتن، منظورم کسایی که به فارسی شعر گفتن رو جمع بکنی در تاریخ ممکنه 100 نفر نباشن یا باشن 1000 نفر. مثلا 10,000 100,000 نفری که به ترکی نوشتن یا به عربی نوشتن رو هیچ کس نمیبینه و نمیخوان قبول بکنن که یک تمدن آفریننده هست. مهم اینه که اون تمدن زبان ترکی این توانایی آفرینش رو داشته. حالا اومدیم ببینیم اینجا گنگ دنیا رو دیروز خوندیم، اینو از اینجا خط بزنیم. اینا چیز هستن: حکمت، فلسفه، علم همای معانی،
صائب ترکی فارسی، این ترکی فارسیش کجا بود؟ خب بذارید ببینیم ترکی فارسی. این کجاش ترکی داره که این گفته ترکی فارسی؟ من بذارید بریم از اول. این گفته ترکی فارسی داره. این همون کتابه به نظرم. من اینو بعداً میخونم برای اینکه الان اینجا به سکوت میرم برای اینکه ببینم چی هست. این رو بعداً میخونم و ازش سر در بیارم که این چی هست. صائب ترکی فارسی. دوباره این رو 2 بار دانلود کردیم، حالا بعداً این رو چیز میکنیم. بذارید از اینجا شروع بکنیم، یا اینکه اینو ببندیم کلاً، اینم ببندیم، بریم ببینیم که تو لیستی که امروز دانلود کردیم چه چیزایی هست. خب معمولا اینجا لسویک، این لسویک، اینجا امروز حکمت. از اینجا شروع بکنیم، از حکمت، که دیگه من یواش یواش از اینجا به بعد رو در روزهای آینده شروع بکنم به خوندن. خب این جلد کتاب رو اینجا میبینیم. این کتاب هست، به این حالت چرمی داره. اینجا داخل صفحه است. این در سلیمانیه کتابخانه‌ای احتمالا نگهداری میشه. از اینجا متن دیده میشه. اینجا کپی افتاده از همین صفحه. کتاب رو فقط یه چند صفحه رو اینجوری ورق بزنیم. من الان ببینیم چند صفحه است. 47 دقیقه است که هیچ کاری نکردم در است. میتونیم ببندیم، از اینجا به بعد شروع بکنیم به خوندن. بذارید اینو ببندیم، این برنامه رو اینجا تمام بکنم من، برای اینکه میخوام فقط به کتاب متمرکز بشم.